اگه تو هم قدت کوتاه و دوست داری قد بلندتر دیده بشی، بیا تا بهت بگم چه شلواری مناسب توه. مورد اول شلوار راسته است. شلوار راسته هم میتونه جنسش کتون باشه، هم لی و هم پارچه. گشادی این مدل شلوار از بالا تا پایین یکسانه و برای افرادی با قد کوتاه بهترین گزینه است. مورد بعدی شلوار بگ هستش. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید اینه که هیچ وقت شلوار بگ رو با مانتوهای گشاد و اوورسایز نپوشید، چون باعث میشه قد شما کوتاه‌تر دیده بشه. و نکته بعدی این که هیچ وقت شلوار بگ کوتاه نپوشید. شلوار بگ کوتاه قد شما رو کوتاه‌تر نشون میده. به جای شلواری رو انتخاب کنید که تا روی مچ پاهاتون رو بگیره. مورد بعدی شلوار اسکینی یا همون شلوار جزم با فاق متوسط. این مدل شلوار چون انحنای بدن شما رو به خوبی نشون میده، بهترین گزینه است برای افرادی که قد کوتاهی دارن. شلوار اسکینی رو اگر با کفش همرنگ خودش بپوشید، تو بلندتر دیده شدن قدتون خیلی کمک میکنه. ولی اگر